حسوده ختمه شد 250 چاق میشه که من سر سوال 6 میرم تا 5 بگه در خونه خانواده خدمت میکنم. مرحبا طلبکووا این گونه نصیحت ها را هر روز به 4 فرزندش میکند. او تا 3 ماه پیش در قرارگاه پرزیدنت در شهر کلاب کار میکرد و در آنجا 400 سومانی معاش میگرفت. این برایش پولی کلان بود. اما یک رشک شوهر و بحثی او با یک همکارش مرحبا را از این معاش محروم کرد. او میگوید که خطایی نکرد، تنها به همکاری معیوبش یک کف بادام چیده داد و این حالت را همسرش میبیند و رشک او را میآرد. رشکی که مرحبا کارش را در قرارگاه پرزیدنت در شهر کلاب از دست میدهد. بعدی از دست رفتن کار تلاش دارد در جای دیگر کار پیدا کند ولی موفق نشده است. مکتب 40 رفتم، مکتب 25 رفتم، مالیه رفتم، حکومت شهر رفتم، کجایی که رفتم همین دانشگاه نوشیدگی همونجا کدام کارخانه میرم مرا کار را قبول نکردم. بعدی از دست دادن جای کارش 5 روز را در خانه اش میگذراند. روزهای شنبه و بازار از سوی تویداران دعوت شده در خانه تویدار کاسه و طبق تویدار را میشوید. رزقش را از خانه تویدار مییابد و یک هفته را پشت سر میکند. اگه دو روز سرشته همین نانو را ما خوردگیم نمی قدر دیگه مونده بود برای ما. حالا زمستان در میکوبد اما فرزندان مرحبا پایافزال و لباس گرم ندارند. همسرش با عربه اجارش از صبح تا شام 15-20 سومانی کار میکرده است. ما گفتم مردک ما که نیارم میرم ما مثال یا شیله یا چی میکنم قطعی گودکا میخرم تو کار که گودکای ما در یک پاپشی یا یک پاپشی اگه چیز با گودکای ما را بگی که مکتب را خودم در زندگی عذاب کشیدم نمیخوام فرزندام عذاب کشم. این کلبه فقیرانه مرحبا است. با وجود همه تنگ دستی پیشنهاد طلبندگی را نپذیرفته است. او میگوید که تلاش میکند کار یابد. هرچند در سفرهای پرزیدنت ده ها کارخانه نو گشوده می شود، زنهای خواهشمند به مثل مرحبا کار پیدا کردن نمی توانند. غیب‌الله حلیموف بیشتر برای تامین کردن زنها به جای کار مقاله نوشته است. میگوید که تحلیل ها نشان داده است زنهایی که جای کار پیدا کردن نمی توانند مجبور می شوند راه طلبندگی را پیش گیرند. درست است که بسیاری آنها از ناچاری رفته بعد در چارسوی زندگی در کوچه‌ها شده طلبندگی میکنند. منطقه کلاب و نواحی اطراف آن از مناطق روش نیافته تاجیکستان است که کارخانه‌های صنعتی بزرگ و جای کاری زیاد ندارد. بیشتری اهالی این منطقه به مردکاری به روسیه میروند و قسمی هم به کشاورزی مشغولند. برخی هم از بازار دوشنبه مواد میخرند و در بازارهای محلی به فروش میگذارند. اما قهرمان ما میگوید که پول و زمین ندارد که تجارت و یا دهقانی کرده زندگیش را پیش برد. حالا او آخران خوراکش را برای فرزندانش پخته است. کودکانش برای خوبتر سیر کردن تلاشی از هم زیاد خوردن را دارند. این دخترش خوراک پیشش را حفظ دارد تا برادرانش نخورد. این زن میگوید که امروز خداوند رزق آنها را میدهد، فردا خودش پادشاه است. محمودجان رحمتزاده، آزادی، کلاب.